استقلال دولتی و غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان امکان فراهم آورد که شهر و نویه‌های ولایت سوخت آباد و زیبا گردیده برای کار و زندگی ساکنان شرایط ارزنده مهیا کرده شود. تطبیق هدف‌های سازنده به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی شهر بوستون را به مرحله نوی رشد وارد نمود و بنیاد انشاءات جشنی به سیمای این شهر حسن تازه ضم نمود. با افتخار مهمترین جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر بنیاد و تعمیر و نوسازی 223 انشاءات تعییناتش گوناگون به نقشه گرفته شده بود. با اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در دایره کارهای آبادانی و سازندگی تا امروز 224 انشاءات جشنی مورد استفاده قرار گرفته نقشه بر زیاد تامین شده است. در دایره تطبیق این لایحه‌ها و ساختمان انشاءات 592 جای نوی کاری تأسیس یافتند. با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شهر بوستون و صاحبکاران سخاوتمندان در ساحه‌های معارف و تندرستی، صنعت، فرهنگ و دیگر ساحه‌های مهم انشاءات خوشتر و زمانوی بنیاد گردید که این تصمیم به پیشرفت و شکوفایی شهر مساعدت می‌کند. مسئولین میگویند که سال روان 56 نامگوی کارهای آبادانی و بنیادکاری به نقشه گرفته شده تا 1 نوامبر سال روان 97 عدد مورد اجرا قرار گرفته است که این 173% نقشه سالانه را تشکیل می‌دهد. مشاهده می‌شود که حالا در انشاءات دیگر که در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است، کارهای ساختمانی موافق نقشه پیش می‌رود. ساکنان شهر بوستون این همه کارهای سازندگی را ثمره استقلال دولتی و عملی شدن هدف‌های دولت و حکومت معنی داد می‌کنند. در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در شهر بوستون کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد و چگونه که ما امروز واقف گردیده ایستادیم با منفرش‌کنی راه‌های محلی و همچنین کوچه و خیابان‌های شهر بوستون و از نوسازی شدن قصر فرهنگی شهر بوستون که برای کل مردم بوستون شهر این یک مکان برگزاری چهاربینی‌های اساسی فرهنگی و جشنی می باشد و ما ساکنان شهر بوستون با خوشنودی برای تجلیل و پیشواز جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همه روزه برای آبادانی، برای سازندگی، برای باز هم وسعت بخشیدن کارهای سازندگی کوشش و تلاش می‌ورزیم. شهر بوستون منطقه رشدکرده صنعتی، شهر سیاحی و دروازه ولایت سوخت شناخته شده است. استفاده اقتدارهای موجوده امکان می‌دهد که در همه سمت و ساحه‌ها دستاوردها افزون و شرایط کار و زندگی مردم باز هم بهتر گردد. با برزیاد تامین گردیدن نقشه کارهای سازندگی در شهر بوستون با مسئله بنیاد انشاءات علاوگی طرح‌های نو عملی می‌شوند. همه کوشش‌ها بر آن روانه شده است که جشن 35 سالگی استقلال دولتی با دستاوردهای بیشتر استقبال گرفته شود.